پیشنهاد داشتم با هموطنانی که در اوکراین هستند. البته که درست است که حکومت ما تا امروز یعنی در قصه مردمش نبود، نیست و نمیمونه. حتی ما طول این 5 روز اخیر دیدیم واقعا، حتی پیش از آن که در کشور اوکراین و روسیه بین دو کشور جنگ و شورش شروع شدن، الکی بعضی از کشورها شهرونداشون بیرون کردن، حتی امر کردن که باید بیرون شد و کسایش موفق شدن بیرون کردن. اما در تاجیکستان، کشور تاجیکستان، یک شماره گوشی نمیدونم پیشنهاد کرد که او فعال است، فعال نیست. اگر فعال است، چون ما مردم تاجیکستان نگران هستیم که هموطنان ما در چه حال باشن. نمیدونم باید سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در اوکراین الکی همراه مردم باشه، در لایف ها نشینن، لااقل نوارهای داشته باشن که آمار داشته باشن. بله ما امروز یک تیمی بزرگ آماده کردیم با میکرواتوبوس های بزرگ، الکی اینها رو روانه کردیم به کشور سیوم، بیرون کردیم از کشور اوکراین، رفتن آذربایجان، رفتن گرجستان، حتی کسایش رفتن تاجیکستان، رفتن اوکراین، بلاروسیا، کسایش میخواستن گذاشتن اروپا. معنی شماره معنی آمار است، چون در یک وطن داره جنگ میرود، تیر و توفن و خونریزی و چپشوی دام ها و انشاءالله احتمال 1% گارانتی نیست که شاید 10 ساعت پس 10 دقیقه پس از دنیا بگذارن زیر تیر و توفن. اما مخابرات جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره هاش، سفارتخانه هاش و اون دستگاه های آدم ربایی که دارن در این کشورها اصلا کار ناشایع میشد از کار برآمد است. مثل همون تانک های روسیه که چند روز پیش در اوکراین نشان دادن که داخلش کنده و ریخته است. چرا چنین هم هست؟ و این اثبات ان همو حرف های ما است که اگر روز شوکی حکومت تاجیکستان نتونه کاری کرده، ما شما را در میدان جنگ طلع میکنن. به خاطر منافع خودش، به خاطر دفاع از جان و از پول و از مال خودش خاموشی را رعایت کرده است، حرفی نمیزنه. اگر زن میشدن میگفتیم سکوت علامت رضایی است و شوهرش میدادیم. اما که اونها سیاستمدار راهبر کشور هستند، خب مسئول این دولت هستند. شهروند جمهوری تاجیکستان شهروند است. شهروند بین حکومت یک شرطنامه داره به خاطر امنیتش، به خاطر حفظ جانش، به خاطر سلامتیش. اونها باید چیکار کنن؟ حفاظت شوند. حتی قانون کشور در مسئله شهروند نگه، شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هم زیر حمایت دولت قرار دارد. این نقطه هایی است که هر یکی ما و شما اگر در کانادا باشیم، در انتارکتیدا، در تار یخ باشیم، اگر نمیدونم در مالزی باشیم یا که در هر کشور دنیا که نباشیم، در همه یک برگه شناسنامه ما این ماده نوشته شده از شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هم زیر حمایت دولت قرار دارد. اما ما امروز دیدیم که دولت ما چگونه ما را حمایت کرد، حفاظت کرد از این مصیبتی که بالای سر یک گروه از هموطنان ما آمد. شاید 0.2%، شاید 1% هموطنان ما در اوکراین، شاید تعدادشون به 10,000 و ما از 10,000 بالا میدونم، واقعا زیاد میدونم. به خاطر بعد از روسیه مردم ما انتخاب کردن اوکراین را، چون امن است، چون نفر بوین کشور نمیشه. خب لااقل کمی هم باشن میتونن آزاد زندگی کنن. اما میبینیم که حکومت امروزه تا به حال خاموش است. خود آقای رحمانوف که واقعا خاموشی رحمانوف در مقابل این چاره‌بینی که ما شما، این مصیبتی که ما شما میبینیم که از کشوری که قبلا ما زیر یک نظام زندگی میکردیم و خود کشور روسیه که برای رحمانوف یک کشوری خیلی مهم و سهمیه های بزرگی رحمانوف هم زیر دست این هاست، اما رحمانوف خاموش. عجیب خاموش. و برای ما جای ننگ است. خیلی نگران هستیم که حتی کشور ما در همین شب و روز هیچ تصمیمی نگرفت.
با کی بودنش معرفی نکرد، در حالی که تمام دنیا این حالت نشان دادن. دیگر زیاد صحبت نکنیم دوستان عزیز، شما را به خدا میسپاریم.